سلام بچه ها، چطورید؟ امروز اومدیم به یه ویدیوی دیگه از چنل امیر HN. به چنل امیر HN خوش اومدید. چنل رو لایک، این ویدیو لایک و اون زنگوله بغلش رو فعال کنید که محض این که یه ویدیو دیگه اومد شما خبردار شید و بریم سراغ ویدیو. سلام بچه ها، امروز اومدیم به معرفی کردن برنامه بدنسازی. بریم مارکت ببینیم چه نرم افزارهای خوبه برای بدنسازی. میریم مارکت میزنیم بدنسازی. اشتباه هم تایپ کردم بگید. اینو برای شکم 6 تکه، اینو شکم 6 تکه سیس پک، اینو 1,000,000 آدم نصب کرده. نمیدونم، من اینو تمرینشو نکردم. اگه دوست دارید برای شکم کار کنید برید اینو نصب کنید. میگه که در عرض 30 روز شما شکمتون 6 تکه میشه. نمیدونم، فکر نکنم. حالا برید نصب کنید شاید بشه. بعدا این برای چی که ببینیم. اینم برای کل بدن فکر کنم دیگه. آره این برای کل بدنه. واسه فیلمشم ببینیم. آره این برای کل بدنه، برای پا. آره این برای کل بدنه. به نظر من اینم خیلی برنامه خوبیه. اینم نصب کنی به دردتون میخوره. اینجا نشون میده که مثلا چه چیزایی برای شما خوبه. میگم برای شما خوبیه. چند روز رفتیم جلو اینا. بعد این فقط برای بازوی در طی 30 روز بازوتون اصلا بازو سرشونتون اینطوری میشه، اینطوری دیگه. بعد چرا اینجا میرم؟ بعد اینجا اومدیم باز قد بلندی. اینم میخواین برین نصب کنین. اینم اینطوری که این نشون میده قدتون بلند میشه. خوبه، اینم برید نصب کنین اگه میخواید قدتون بلند شه. این باز برای برنامه چیزه، برای برنامه بدنسازیه. این برای برنامه بدنسازی. اگه بدنسازی میرید اینو برای بازوتون نصب کنین. اینم خوبه. بریم برای بعد. این برای پایه. این برای پای. این به نظرم اونایی که پا زیاد کار میکنن اینو نصب کنن بهتر. خودم حالا میزنم نصب، چون بعضی موقع رو پا کار میکنم. اینو میزنم نصب ببینیم چی میشه برای کار کنیم. حالا اصلا ندارم زیاد ولی یه کارش میکنیم دیگه. آها، به برنامه این رسیدیم. بچه این به نظر من گفته 21 روز بدنتون رو فرم میاد. نمیدونم، این به نظر من این خوبه. به نظر من همون برنامه. به نظر من 6 تیکه خوبه. این ببینید چرا در شدم. بدنسازی به نظر من این 6 تیکه خوبه. اینم به نظر من خیلی خوبه. شو بکشم قشنگ. این برای اونایی که فقط میخوان برای 6 تیکه کار کنن. واسه اونایی که میخوان فقط برای 6 تیکه کار کنن به نظرم این برنامه رو چیز میکنم، پیشنهاد میکنم. بعد اونا هم که میخوان برای کل بدنشون کار کنن این برنامه رو پیشنهاد میکنم. باز این نصب شد. همون برنامه که خواسته بودم نصب شد. این اونایی که میخوان فقط برای بازو کار کنن این برنامه رو پیشنهاد میکنم. حالا همشون خوب دیگه، همه رو از یک دم پیشنهاد کردم که چی شد. اینم نصب شد. من برم پا کار کنم. بس از دوریم بیاد. اونایی که میخوان تو باشگاه
چیز کنن، بازو کار کنن، به نظرم این برنامه رو پیشنهاد میکنم. این واسه این برنامه رو پیشنهاد میکنم. بعد اونایی هم که میخوان پا کار کنن، این برنامه رو معرفی میکنم. این واقعا خوبه. خودم همین الان نصب کردم، میخوام با این پامو ببینم قدرتمند میشه چی میشه. آخر سر که تمرین کردم پام یه چی شد، سر 30 روز برای شما ویدیوی پامو میذارم ببینیم چی میشه با این، اصلا میشه یا نه چنین چیزی. به نظر من یکی این برنامه رو پیشنهاد میکنم برای کل بدنتون. این 21 روزه است، فکر نکنم امکان داشته باشه، ولی آقایان، فقط برای آقایان این برنامه رو به نظر من براتون پیشنهاد میکنم. و این برنامه، این دوتا برنامه رو این دوتا برنامه رو من خیلی براتون پیشنهاد میکنم، مخصوصا این خیلی به نظرم واقعا این شاید به فرم بدنتون واقعا شاید چیز کنه، ولی اینو زیاد مطمئن نیست. اینو دیدی شاید کرده. من با این کلا یه مدت جو گرفت منو، با این کلا 2-3 روز با این رفتم، ولی تمریناش خیلی سخته. با این 2-3 روز رفتم یه چیزی هم نبود. حالا باز ویدیوی بعد میذارم که چجوری باید توش برین. اگر لازمتون شد زیر همین ویدیو کامنت کنین. اگر کامنت ها دیدم زیاد شد که ویدیوشو میذارم، باید مثلا از کجا بدونیم چند روز رفتیم و چجوری مثلا بقیه بدنامون برسیم، اینا رو ویدیوشون رو میذارم. تا ویدیوی بعد بچه‌ها چنل رو ساب کنید، لایک کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.